السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، این بار از ترکیه اومده یه سمکه شوی کنیم، یعنی فوتبالکایی که کشور میگفتن مردم از فوتبالکا آوردیم الحمدلله ترکیه. بار هم هست دیگه برای پر معلومات میتونید که کارخانه ما بیارین فرمایت فوتبالکا نشانتان میتونید انشاءالله. برای پر معلوماتی گرفتن هم حجامه و هم دارو رقم ها رو یکم میتونیم که انشاءالله مراجعت کنیم. برادرها در خدمت هستن. خب این فوتبالکای سفیدش میکشم یکی بگیم دوست داشتن سنتی ده خوبه. جان همین درباره همین توجیکایی که همین اینترنت رو پر شده مقصد توجیک کشته چیه سچوت چیه همین چی بگوید همین موقع معلومات داریم؟ ای باره یکم راست شگفت شد بگم معلومات ندارم. در توش تا مثال بگیریم ای آواز مردم که میشنید در اینترنت رو توش تا نقل میکنن از اون بسیار خلاصه کلاسیکه برآورده میتونه نیستم. حالا که مثال بگیم در اون جوانه بدیم لیک هم دیکسه را خیلی کلام میشه لیک رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همین گونه انسان‌هایی که جنگ میکنن جنگ اندازی میکنن دیگه و دیگه میگه القاتل والمقتول يدخلان في النار. قاتل کشنده و مرنده هر دو داخل جهنم میشن نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی ما شما را از این گونه چیز نگهبان باشه. یعنی حاضی بین هد همی بگیم ویدیو پهرته سر بسیار با در همین باره ویدیو کیسن. اولش که همون سیستم را همون حادثه را ما نمیدونیم بسیاری ویدیو میکنن در همون باره گپ میزنن. حادثه چگونه رخ دادگیه؟ ای چی سبب جنگ جنجال شدگیه؟ هر دیگه این انسان بگیم قهرولو بودن غذا باشه که ای سبب کدام پرابلم ها شاید که ایش سیمیاش از دیوار کرده باشه. الله اعلم، خدا از همش داناتر است. برای که بگیم اون برادر بگیم کشتن خداوند رحمتش کنه. اولش که خداوند گناهاش عفو و مغفرت بگردونه، در خاندانش صبر جمیل عطا کنه. یعنی پدر مادر هر دو جانب از اونی که از دنیا گذشتگی از اونی که بچه‌هاشون در ترمان میشن اینها پدر مادراشون یگان گناه ندارن، لیکن از سبب به اخلاقی و به ادبی هر دو طرف پدر مادر چیکار میگیرن در غم و غصه گرفتار میشن. یعنی از غم فرزند هرچند که فرزندم سبحان الله قاتل باشه گفتی گفت نعوذ بالله چی کاره هم که نباشه برای پدر مادر عزیزه. پدر مادر دوست میداره فرزندشان، هرچند که الکش باشه، همچنان که التر باشه، همچنان که خدا بخبر باشه، همچنان که عابد باشه، عالم باشه، هر چیزی که باشه برای پدر مادر عزیزه، خون دل جگر چه سبحان الله. و اون خاطر یعنی یگانه ما میتونیم گفته که فقط در خاندان هر دو طرف خدا صبر جمیل عطا فرماید. من در بسیار ویدیوام گفته بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اتقوا قهر الرجال، شما از غضب مرد بترسین. برای که مرد غضبناک شود همه کار میکنه، ای دست چیزی که بیاد سبحان الله میکنه. با همون خاطر آقای همش حساب کنده بود چند دونه. با همون خاطر یعنی برادران عزیز حرکت کنیم. ببین 529 یورو دیگه. با همون خاطر ما نمیدونیم حادثه چگونه رخ دادگی سبحان الله. ما دیگه نه بار ما رو واسیم اساس چی کیسه نمیدونیم نمیدونیم که چگونه حادثه رخ دادگیه. از همون خاطر برادران عزیز وقتی که غضبتون میختونه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار حدیث است درباره غضب. میگه غضب دامت مثال شتگی باشی یا بخیل غیلدگی باشی بخیل بسیار اخیر که همون شیطان کنترلش گم کنه. استغفر الله بسیار بکنه، ذکر زیاد بکنه تا اینکه هم شیطان گم شود. گفت دیگه پای نظری شما. با اون خاطر الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را نیه باشه. ما غریبی اومدگیم، مسافری اومدگیم، مهاجرت اومدگیم، باز همین زمانه ناتنجیه. حرکت کنیم، با صبر باشیم، با هم اتفاق باشین. الله ما و شما را در قرآن میگه که انما المؤمنون اخوه، و درسته که همه مؤمن ها برادر هستند. ما و شما الحمدلله که برادر هستیم، نه اون شخصیت های هستیم که با همدیگر کارچه براریم، همدیگر را بکشن نعوذ بالله. با هم خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه القاتل والمقتول يدخلان في النار.
آدم کشنده و آدم مرنده هر دش داخل جهنم میشن نعوذ بالله. رسول الله پرسان کردن اهل اصحاب یا رسول الله معلوم است که کشنده خیلی کشت او را، اما او آدم مرنده چی؟ چرا حکمش داخل جهنمه؟ او هم در حراس بود که در غضب بود که این آدم رو بکشه. با همون خاطر یعنی حرکت کنید در حالت غضب خودتون کنترل کنید، جنگ جنجال نکنید، شیطان نمونه که در بینتون تفریقه باندازه. غضب تو نعوذ بالله من شیطان دیگه که برای اونجا مکانی برین، اونجا مکانی که هستین از اونجا ببرین. یعنی سیستم آواز جنگ جنجال نمیفهمی که چگونه رخ دادگیه. با اون خاطر یعنی هر خیلی ویدیو نکنین، خداوند در خاندان اینها صبر جمیل عطا فرماید. یگانه فقط ما دعا میکنیم. نمیدونیم که برادرها که دینو گذاشتن راستش بسیاری میگن که در تلگرام ویدیو چه خیلی دیگه. والله من ندیدم اون ویدیوش، میگه واقعی در بالا سیون کم میگن چه خیلی هموش دیگیم خلاص. لیکن بسیاری بعد ویدیو شدن ما گفتم یک ویدیو کنیم که خداوند صبر بده در خاندان هر دو طرف، یک طرف نه هر دو طرف. یعنی اون برادرایی که بگیم غضبناک میشود، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که تقهر الرجال، شما غضب مرد بترسین، برای که بسیار خدای نخواسته باز در حالت بگیم نفهم که یگان خیلی اینفورماسیون منو دروغ میتنده این میگه قرار لما یگان گپ میگم در این حالت خدای نخواسته مثلا تربوز خورده است کورچه دادست است میخیز غضبانه گوش کنترل تا گم میکنی میخیز کورچه قطع میزنیش تا های میگه که وجه کار بار جزیر میشه. اون خاطر یه بعضش پاسپورت شده از این فکرم داره چون الله سبحانه و تعالی هر یک از ما و شما را نیابان باشه، توفیق بندگی را عطا بکنه و علم مفید و رزق حلال نصیب گردن. در غریبی هستین تنها فکر اختیار نکنین، فکر پدر مادر و زن فرزند کنین که اونها در روز انتظار هستند. یعنی فرزند تربیت کردن برای اون روزی در سر پیری دستشون بگیرین خدمتشون بکنین، نه اینکه بود که با غم و غصه دیگه که بچه‌م در ترمه های بچه‌م به این سبب نعوذ بالله ترمه درمد بچه خاطر ما تربیت خوبش نکردم دیگه و دیگه همین چیزا رو مادر را عصبش خراب نکنین، پدرم عصبش خراب نکنین. با بگیم برادرایی که از دنیا گذاشتن خداوند رحمتشون کنه. پدر مادر اونا سبحان الله بعضیش ای فکر دولینی پیرجوانی که بعضیش سبحان الله دنیا میگذارن، بعضیش کسری فلج میشن، بعضیش بگیم ای دنیا میگذارن. بسیاری وقت ذخیره سبحان الله از یک نخون سبحان الله میکنیش چقدر اعضای بدن در میکنه، اما فکر که فرزند جگر بندش بگیم ای دنیا گذشت، ای دنیا نگذشت، او را کشتن سبحان الله بعد دنیا گذشت. قاتلا الله نیابان تا باشه. والله که هر انسان در جای همو ریستوید کنه اهل و اله خود شه، فرزند خود شه، پدر مادر اکا و دادر پاپا فرد دیگه و دیگه. اون خطا انسان همون چیز که نبینه و احساس نکنه از گفتن ما یگان چی درک نمیکنه. تا در بگیم همون چیز در آدمی گیشنه را میفهمه، بیمار را میفهمه، آدمی بای میفهمه، آدمی کمبغل احساس میکنه میفهمه، آدمی قاتل که بگیم که داخل ترمه شد بعد به قدری آدمای ترمه میرسه که واه حالشون چگونه بود، پروردگار ما را دوباره بر بگردان که من کارها دیگه نکنم، اوجه دیر میشه. چنان که ملک الموت به قول عزرائیل یعنی قبض روح میآید میگه یک ساعت دیگه وقت میشه که من نماز بخوانم، اعمال صالح ماندگی هستند. میگه کلا یگان وقتی دیگه برگشتن نمیتونه اما لحظه و زمان فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر وقت که اجل آمد نور ساعت پیش میگه ساعت خفا میکنه. خدا نیابان تو باشه. خلاص اینو با کام دیگه میتونیم که ان شاء الله بیاد در خدمتتون برادران. و خیر امان الله. السلام علیکم. و هر که به حد دل مغمگین نزدیک میشه بسیار بعد هم ویدیو را دیدیم. همین حادثه بسیار رخ میتن تاکسیستا بعضی را سبحان الله بعضی تاکسیستا خود منو میکشن دیگه و دیگه یکی ایش بگیم احد بیرون یکی تاجیک بکشه ایش بگیم غم آوره درد دیله. السلام علیکم.